سلام بچه ها، من محمدم و آرمان رستاخیز هستم. اینجا کجاست؟ چنل رپ فارسی. خوش اومدین. خب موضوع برنامه امروز چیه؟ والا نشسته بودیم گفتیم بیایم یه ریاکتی به بچهای فصل رپ فارسی بدیم ببینیم چیکار کردن. خیلی هم عالی. بریم سراغ بدون معطلی. البته یه چیزی بگم، آخر ویدیو واسه یه سورپرایز دادم. خب یکی از کارهای قدیمی و خیلی قدیمی. به نظر من چند سال پیشه این؟ حدوداً اگه اشتباه نکنم باید مال دهه 80 باشه. تاریخ دقیقش رو نمیدونم. یه 13 سال فکر میکنم داشته باشه. احتمالاً آره. میزنن پشتم ولی جوری سری میرم که نتونه منو ببینه حتی دورش. هر کیم جلومه میزنه زمین دارم میرم بالا، میدونی تو این بازی دارم مورش. رپ بازی کار منه میگیری چی میگم میبینی میتونی بریم بالا. رایم سلوه میاد روی فصل نوبت سایی میشود بازی ویب و کرمان. شباد بازی نیست اصلا این دیوانه جا مرکب فوق العاده گاوی میجنگه. دشمن ما چی میترسد از اون جایی که گفتن راوی بی مرز است. من میشم خود. نظر راجع به فریستایل طولانی چیه؟ در کل در مورد سیناسایی باید بگم که خیلی خوش تکنیک و عالیه. یکی از تکنیکی ترینای رپ فارسیه. خیلی قدرش دارم. یکی از تکنیکی ترینای رپ فارسیه. هر بار که یه فریستایلی میخواد انجام بده یه تکنیک جدیدی رو میخواد به مردم نشون بده و خیلی وقتا غیر قابل پیش بینی ظاهر میشه. مثل معلق اصلا انتظار نداشتی بیای همچین فلوی استفاده کنی. آره موزیک معلقش خیلی خوبه. موزیکای اخیرش بود که خیلی قوی در اومد. تقریبا فهمیدم که با پول و شهرت مصادن، یعنی قرم فرصت افتادم بعد سود از قدرت افتادم. من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من بشتانن. دورت مولوی استادمه خونم جوهر خودکارم. یاس از این فصل هم میتونه بخونه به نظرم. 100%. حالا منتظر ببینیم بالاخره کار جدید کی میاد. موزیک میدی یاس؟ میاد. منتظریم بابا. در انتظار پیر شدیم واقعا. قانون اینجا حاضره که ما امرو بیت یالاتیم نگاه تو برسید با بیسکی بازم نمیرسونه. تو هم سعی نکن مثل ماشین زندگی تا رو میشه با تلپی بونگی تو خونه من روان میکنم تو بره بیاد همه سری کلجی با پوله ولی فقط من تو با همه ژنتیکا بوده. ما حاجی این واقعا خودش خون اینجوری. یه لایو بعدش دادن که ثابت کردن دارن خودشون میخونن، خودشون دارن فست میخونن. خیلی ویدیوی گنگی هم شده بود. بعد یه چیزی که جالبه الان داشتم بهش فکر میکردم، الان رپ فارسی بیشتر سمت اینه که کی بیشتر پول داره، کی بیشتر توی مادیات غرق یا موفق تره از این لحاظ. ولی اگه توجه بکنی هر چقدر برمیگردی به عقب رپرها دارن تلاش میکنن که توی خوندن خودشونو ثابت کنن، توی نوشتن خودشونو ثابت کنن. واقعا رپ فارسی یه دوره خیلی طلایی داشت که فلوهای جدید داشت وارد میشد و اینقدر بحث پول و درگ و مواد و اونا هم جالبه به نوع خودش. اونم بالاخره سبکه. اون باید بیاد کنار این به نظرم. نبودش بده. آره این که الان نیست. اینقدر کم شده مثلا کمیاب. آره کمیاب شده نسبت به قدیم. رپرهای جدیدمون پیشنهاد میکنم که از تکنیک فست حتما استفاده کنید. خیلی جالبتر میشه موزیکاتون. کلمه میگیره گارد میزنه رو بیت رو کی چپ و راست ترکیبی هل مغزو میگم. استیهانی والا شماها براش فیلگره ها نبودم چند وقت خار شدین پشت میکی پانتومیم نکنید اینجا وانگونی الان توری. اینو فکر کنم کسی نمیشناسه. 3 نفرن. جز هیپا کیه دیگه؟ هیپا، مهر، تئودور. این 3 نفر بودن. حالا ادامه این موزیک باز فست‌تر از این میشه. این تیکه هنوز فستش نکرد. من ندیدم آخه فست‌تر از این. تو همین ورس یه خورده فست‌تر میخونه. میتونید حالا بعداً برید ورژن کاملش رو بشنوید. یه مسئله که هست اینه که اینا از تالنت‌های قدیمی هستن و فکر نمی‌کنم کسی بشناسدشون دیگه. آره ناشناختن اینجوری. یه مدت خوب کار میدادن، قوی کار میکردن. حیف بود تو این لیست نباشن. بله. وقتی کشتی بمونه چرا بخونیم فقر رو بی پولی ما میخواد تشکی بمونه بگو پر میکنیم بنک و میدونی چاقال من یه ترک میدم میریم پایین دیگه تو نمیمونی بالا داره میره بالا در زده بونی کلمه پر کنه همه رو فکر میکنه با حال ولی ما اصلا نمیکنیم بهشون توجه حتی 2 سال بعدم نمیتونم بده کار مثل ما ایران آمریکا باز اتحاد داد پیش میری باد میکنم مدت بعد میدونی. نیموش یکی از تکنیکی ترین فستخونای ایرانه. ما لفظ تکنیکی رو توی این ویدیو ممکنه زیاد استفاده بکنیم ولی
وقتی بحث فست میشه نیموش و دوستاش کم کم ناخودآگاه میان تو ذهن آدم. حامد اسلش، نیموش، سامبوی یه بکسی بودن قبلا تو ایران با هم که کار میدادن، اکثر موزیکاشون فست بود. سعید مجازی چند وقتی باشون همکاری میکرد. کلا خیلی دوست دارم که دوباره اون همکاری ها تکرار بشه. امیدواریم که نیموش هم پرکارتر از قبل ظاهر بشه. میکنم عادت بعد میدونی خیلی راحت من واسه من افسارم واسه من افکارم مسیرم روشنم واسه من اهدافم خیابون همینه وحشی گرت میده راست میره چپ میره اوش روش رپ میگه خیابون همینه وحشی گرت میده بعضی غم توی دل من ارزش لبخند داره به به نوستالژیک. یه نکته عجیبی که راجع به این آلبوم بهرام وجود داره، این موزیک از آلبوم 24 ساعت بود، موزیک من. فکر میکنم سنش هم خیلی پایین بود که آره. آلبومو بست. توی سن اگه اشتباه نکنم تو 19 سالگی آلبوم بسته. 19 سال. بعد شاهکار. رسانه ها حمایت نکردن تو اون زمان، یعنی حمایت خاصی از آلبوم نشد، ولی بعد از گذشت چندین سال ارزشش درک شد. الان شما زمانی که آلبوم 24 ساعت رو گوش میکنید به نسبت سالی که پخش شده واقعا از تکنیک و کیفیت خیلی بالایی برخورداره. جزء آلبومای قوی رپ فارسی حساب میشه. آدیس میان سالا قابل کش قابل قاسی بازی رو برد آتیش واسطه کن قافیه باشیم ناجی سال برو جلو تابیخ باچی از همکاری اسلش فستره یا نیموش؟ فکر کنم تلفظش چی بود؟ نیموش درسته. آره. سختش کردی. جفتشون خیلی رپرهای فست خیلی خوبن ولی هستن. کدوم سریع‌تر؟ خب من ببین نیموش مثلا وقتی فست میخونه گاهی وقتا قطع میکنه، مثلا یه جمله فست میاد قطع میکنه دوباره میره، ولی حامد اسلش توی کارنامه‌اش موزیکای یه تیک فست زیادی من شنیدم. حدسم اینه که شاید حامد اسلش خیلی قوی‌تر باشه. یعنی نیموش نداره چیزی یه تیک. نیموش هم داره، نه صحبت این نیست. تو میگی کدومشون فست‌تره، من میگم شاید حامد اسلش فست. شاید نه، نظر خودت چیه؟ نظر من حامد اسلشه، ولی قطعا نیموش هم خیلی تکنیکی فست می‌نویسه و تو این قضیه خیلی قدرتمنده. اینو لایو اومد اجرا کرد چون خیلی انتقاد کرده بودن، گفته بودن که خودت با دستگاه داری فست میخونی که خواست اثبات کنه. آره اثباتش کرد. رویه رو تهرانو میگو داره کولی جام پس خودم که نه ولی موزیکام هست سیبیلام میدن سوری بام دست بالا برو اچ تو لیوان هست. هاشی لیتو میتونه فست بخونه ولی نمیدونم چرا نمیخونه دیگه. به هر حال سبک لشتوری و به نظرم تو فست میتونه جزء مثلا کسی باشه اگه بخواد جدی کار بکنه. آره یه زمانی اصلا چقدر خوب مینوشت. آره خیلی خوب. موزیکال لیریکال تر بودن نسبت به الان. Uykularımda benim gibi seni göremezler uykularında kabusa dönüyorum benim de rüyalarında yol kat bana bak böyle family tu ver ya düşmana fuck elimde kelimeyle ton ton mak tokmak kantene dolunlar iki şehirde adretim olanlar küçük küçük bum نمیدونم واسه کی دیدم یه رو میشم الان درگیر دیوونم یه رو میزونم یه رو خسته دست خودم زیر مشت و لگد منو میکوبن ای اگه میشناسی تو منو جای نگو هرچی میدونی دربارم Boltolukine benzer dilim hızlı baksam tama benzer rap final bas göndere benzer zihnim Babak Makaveli başı. حسین حفظ از رپرهای بلوچستان کارش هم خیلی خانواده جمع داشتی توی خونه مای رپ توی مود کاملا پس در تلکا انتلکا وقتشه واسه سربایدن ساتو رو بیارم بره پنبه کنار میرزا جنگل قطب شمال اساسم که تارت بد وقتی خوب بودم بودی وقتی بد بودم بودی گرم بودم نفهمیدم سرد شدی. عجیب. میخوام سکوت کنیم و فقط گوش بدیم. نمیدونم تو میخوای صحبت کنی؟ یه چیز خیلی کوچیک بگم که یکی از برتری‌های این موزیک نسبت به بقیه موزیک‌های فست زمانی که بهش توجه می‌کنید اینه که رپرها زمانی فست میخونن که میخوان کسی رو دیس کنن یا اینکه بگن که توی خوندن برتری دارن، ولی همین خلوت از فست اومده به نحو دیگه استفاده کرده. خشم خودش رو توی رابطه عاشقانه داره خیلی بیان خوبه. میکنه. اصلا تکسش هم موزیک دیسلاوه
و خلوت داره فست میخونه. یه حالت نوآورانه ای داشت این موزیک و خیلی واسه من جالب بود. بودم بودی وقتی بد بودم بودی گرم بودم نفهمیدم سرد شدی زودی فقط خار داشتی واسه من بد گلی بودی خودتو خواستم حالا هر گوی بودی دیگه نمیدونم چیز بعد دیلر منو دیده ترسیده میگه این یه شب میره میشه مک میلر نیمه شب میشه شهر تیره ویدو زد زیرش کی ترک میده انقدر لش دیگه زیر پای این چنیمه دیل سنگینه. موزیک مورد علاقه نه من بخش آرتاشو دوست دارم، کوروش نیستم. حالا کوروش هم باش. نه فقط آرت. کوروش منتظره که تو تاییدش کنی. پای این چنیمه دیل سنگینه. لفاف نهایت کسی بده بره میپیچیم پر پاپ مثل گره منو دیدی بیرون سمت من نه یا نزالی لیبرالام نمیتونه کسی بشینه جام یه تیم دیوونه بام. اینجاش خیلی فست نبود. قبول کنیم اینجاش خیلی فست نبود. من به نظرم که فست خونده دیگه. حالا خواسته همراهی کنه با پیشرو، کم نیاره. آره پیشرو خیلی لیریکالی خونده. هیدن سعی کرده ملودیک یه لاو هم توش خوند، جفت شیش اومد تاس نازش هستش. کلا سعی کرده بود ملودیک باشه. حالا یه جاهایی هم تکنیکیش کرده بود که موزیک تعادلش رو حفظ کنه. به هر حال یکی از رپرها خیلی داره لیریکالی وارد میشه. پیشرو منظورمه. هیدن هم سعی کرده بود یه جایی رو لیریکال تر بیاد و از تکنیک‌های مختلف استفاده کنه که دیگه حالا توی ویدیو قرار داده شده دیگه. تو تکنیک سایی و فکت هام دستش و تسلط نیماشه که روی بیت داره سورنای درونش که میکنه بیت پاره چپ سینه پیش روی دوران طلایی رو داره قدرت تخریب کلمات فدایی رو. یه چیزی که هستم توی سورپرایز هم لو رفت. یه چیزی که در مورد سامبوی باید بگم اینه که یکی از تکنیکی های فسته، یکی از کسایی که فستو به خوبی اجرا میکنه، به خوبی مینویسه، همکاری های خوبی داره، با نیموش کار کرده، با اسلش کار کرده و تیم خوبی بودن. من انتظار دارم که مجددا هم سامبوی هم نیموش با هم دیگه همکاریایی داشته باشن، فست بخونن و بریم ببینیم ویدیو آخر چیه. سطح آشغالدار میشه احتال مردم بودم میره آمار جنس ای سکر رو میکنن میبرن میکنن میزنن نتو به مغزای هم دیگه دست کن 5 سال دیگه رو بس کن همه اینا یه رو میتره که بدطور بالاخره میرسی به محله برخورد بهت میگم بساطه تو انگل جمع کن. میخوایی توضیح راجع به موزیک بدی؟ در مورد موزیک یا عکس هم که چرا اینجوری افتاده چشه خیلی هم خوبه. نصف نیمه است. در مورد البته این موزیک نیست، یه فری استایل خیلی قدیمیه که خودم هم دیگه اینو یادم رفته بود که یعنی خیلی وقته که کلا اصلا بهش فکرم نکردم. و در موردش اگه بخوام توضیح بدم اینه که در مورد مشکلات معیشتیه. سعی کردم فست باشه. خروجی MP3 هیچ وقت ازش نگرفتم که حالا به صورت موزیک من رفتم ته پیجش دست کردم اینجوری کشیدم بیرون اینقدر پایین بود. خب ویدیوی امروزم به پایان رسید. اگر توی هر سختی، توی هر تاریکی، توی هر غمی توی زندگیتون قرار دارین، این دوره هم میگذره. تمام تلاشتون رو بکنید، صبر داشته باشید، چرا که صبر کلید موفقیته. صحبتی اگر داری بفرما. دل خوش و لب خندون، همین برای مردم. بله. امیدوارم که موفق امیدوارم که موفق باشید. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.